بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را، این آیات کتاب روشنگر است. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. همانا ما آن را قرآنی به زبان عربی نازل کردیم، باشد که اندیشه کنید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ای پیامبر، ما بهترین داستان را با وحی کردن این قرآن بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این تو از آن داستانها خبر نداشتی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کن هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت: پدرجان، من 11 ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم. آنها را دیدم که برایم سجده می کردند. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتك فیکیدوا لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب گفت: پسرم، خوابت را برای برادرانت بازگو نکن که برای تو نیرنگی میاندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. و این گونه پروردگارت تو را بر می‌گزیند و به تو علم تعبیر خوابها را می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می‌کند، همان گونه که پیش از این نیز بر اجدادت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. یقیناً پروردگارت دانای حکیم است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بی تردید در داستان یوسف و برادرانش برای پرسندگان درباره یوسف نشانه ها و عبرت هاست. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. هنگامی که با خود گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوب ترند، در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم، بی تردید پدرمان در اشتباهی آشکار است. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین. یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دوردست بیفکنید تا توجه پدرتان فقط به سوی شما باشد و بعد از آن توبه کنید و افرادی درستکار باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یکی از آنان گفت یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری انجام دهید او را به قعر چاه بیندازید تا بعضی از مسافران رهگذر او را برگیرند و به جای دوری ببرند. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. و آنگاه نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان چرا ما را بر برادرمان یوسف امین نمی شماری در حالی که ما خیرخواه او هستیم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فردا او را با ما به صحرا بفرست تا در چمنها بگردد و بازی کند و ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب گفت این که او را ببرید مرا اندوهگین می کند و از این می ترسم در زمانی که شما از او غافلید گرگ او را بخورد. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. آنان گفتند با وجود اینکه ما گروهی نیرومند هستیم اگر اجازه دهیم که گرگ او را بخورد البته زیانکار خواهیم بود. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون او را همراه بردند و همدست شدند که او را در قعر چاه بگذارند به او وحی کردیم که سرانجام ایشان را در حالی که هیچ آگاه نیستند از چند و چون این کارشان آگاه خواهی ساخت. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و برادران شبانگاه گریان به نزد پدرشان آمدند. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتند ای پدر جان ما رفتیم که مسابقه بدهیم و یوسف را نزد اساس خود گذاشتیم آنگاه گرگ او را خورد و هرچند که راستگو باشیم تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و پیراهن او را با خونی دروغین برای یعقوب آوردند. او گفت چنین نیست بلکه هوای نفس شما کاری ناشایست را برای شما آراسته است. پس صبری نیکو برای من بهتر است و الله در آنچه میگویید مددکار من است. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. و کاروانی آمد و آنان آباور خود را فرستادند. پس او دلوش را در چاه انداخت و چون یوسف را بالا کشید گفت مژده دهید این یک نوجوان است و پس از نجاتش او را همچون یک کالای ارزشمند از دیگران پنهان داشتند ولی الله
به آنچه می‌کردند آگاه بود. و شروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فیه من الزاهدین. و سرانجام او را به بهای اندک چند درهم فروختند و درباره نگه داشتن او بی رغبت بودند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. و شخصی که او را از سرزمین مصر خریده بود به همسرش گفت مقام او را گرامی بدار، امید است که برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم. و اینچنین یوسف را در آن سرزمین ارجمند و مقتدر گرداندیم تا به او تعبیر خواب بیاموزیم و الله بر کارش احاطه دارد ولی بیشتر مردم نمیدانند. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما وكذلك نجزی المحسنین. و چون یوسف به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم و ما نیکوکاران را این چنین پاداش می دهیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. و آن زنی که او در خانه اش بود از او درخواست کامجویی کرد و درها را بست و گفت بیا در اختیار تو هستم. یوسف گفت به الله پناه میبرم، آن مرد شوهر تو و سرور من است و جایگاهم را گرامی داشته است، پس چگونه به او خیانت کنم؟ مسلماً ستمکاران رستگار نمی شوند. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. و به راستی آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود قصد وی می کرد. این چنین کردیم تا بدی و زشتکاری را از او دور سازیم. بیگمان او از بندگان مخلص ما بود. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. و هر دو به طرف در شتافتند و همسر عزیز مصر پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام شوهرش را در آستانه در یافتند. آن زن گفت کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو داشته باشد چیست؟ آیا جز این است که زندان شود یا عذاب دردناکی ببیند؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف گفت
او با اصرار مرا به سوی خود خواند و در آن هنگام شاهدی از بستگان آن زن شهادت داد. اگر پیراهن او از جلو پاره شده باشد پس آن زن راست میگوید و آن مرد از دروغگویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده باشد آن زن دروغ میگوید و آن مرد از راستگویان است. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پس چون عزیز مصر دید که پیراهن او از پشت پاره شده است گفت این از مکر شما زنان است، به راستی که مکر شما زنان بزرگ است. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. ای یوسف از این ماجرا صرف نظر کن و تو ای زن برای گناه خود آمرزش بخواه، همانا تو از خطاکاران بوده ای. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. و این خبر منتشر شد و زنانی در شهر گفتند همسر عزیز مصر غلام جوان خود را برای کامجویی به سوی خود می‌خواند. قطعاً عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده است. مسلماً ما او را در گمراهی آشکار می‌بینیم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. پس چون همسر عزیز نیرنگ و بدگویی آنان را شنید و شخصی را برای دعوت به سراغشان فرستاد و مجلسی برایشان ترتیب داد و به هر کدام برای بریدن غذا چاقویی داد و به یوسف گفت بر جمع آنان وارد شو. پس زنان چون او را دیدند بسیار بزرگ و زیبا شمردند و چنان محو جمالش شدند که دستهایشان را زخمی کردند و گفتند پناه بر الله، این بشر نیست، این جز فرشته‌ای بزرگوار نیست. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. همسر عزیز گفت این همان کسی است که مرا درباره کامخواهی از او سرزنش کردید. آری در حقیقت من او را برای کامجویی به خود دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آنچه را که به او دستور میدهم انجام ندهد قطعاً زندانی می شود و مسلماً خار و زبون خواهد بود. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف گفت پروردگارا زندان برای من از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند محبوب تر است و اگر مکر ایشان را از من نگردانی به سوی آنان متمایل میشوم و از نادانان خواهم بود. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السمیع العلیم. پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد
و مکر آنان را از او بازگردانید. بیگمان او شنوای داناست. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. آنگاه پس از آنکه نشانه های بیگناهی یوسف را دیدند تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. روزی یکی از آن دو گفت من خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم. و دیگری گفت من خواب دیدم که نان بر سر حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند. ما را از تعبیر آن آگاه کن. بیگمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف گفت پیش از آن که سهم غذای شما را بیاورند و تناول کنید شما را از تعبیر خوابتان آگاه می سازم. این تعبیرها چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. همانا من آیین قومی را که به الله ایمان نمی آورند و به سرای آخرت نیز کافرند ترک کردم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. و از کیش نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک الله قرار دهیم. این از فضل الله بر ما و بر همه مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس نمیگذارند. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ای دوستان زندانی من، آیا معبودان پراکنده متعدد بهترند یا الله یکتای پیروزمند؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شما به جای الله چیزی را نمی پرستید مگر نامهایی را که خود و نیاکانتان به آنان داده اید. الله هیچ دلیلی بر اثبات آنان نازل نکرده است. فرمان روایی تنها از آن الله است. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمیدانند. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
ای دوستان زندانی من، یکی از شما آزاد می شود و سرور خیش را شراب خواهد نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود. آنگاه پرندگان از مغز سرش خواهند خورد. امری که در مورد آن از من نظر خواستید چنین مقدر شده است. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسف به آن کس از بین آن دو نفر که دانست رهایی می‌یابد گفت از من نزد سرورت یاد کن. و بدین سان شیطان یاد کردن پروردگار را به عنوان تنها نجات بخش از خاطر یوسف برد و او چند سال دیگر نیز در زندان باقی ماند. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و پادشاه گفت همانا من در خواب 7 گاو چاق را دیدم که 7 گاو لاغر آنان را میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه دیگر را خشک میبینم. ای بزرگان، اگر خواب تعبیر میکنید درباره خواب من نظر دهید. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. گفتند اینها خوابهایی پریشان است و ما به تعبیر خوابهای آشفته دانا نیستیم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. و یکی از آن دو زندانی که نجات یافته بود پس از مدتی یوسف را به یاد آورد و گفت مرا به زندان بفرستید تا شما را از تعبیر آن خواب خبر دهم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. او به زندان رفت و گفت یوسف ای مرد راستگو، درباره این خواب اظهار نظر کن که 7 گاو چاق را 7 گاو لاغر میخورند و 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده دیگر. برای ما تعبیر کن تا نزد مردم برگردم، شاید آنها از تعبیر این خواب آگاه شوند. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف گفت 7 سال پیاپی با جدیت کشاورزی کنید و آنچه درو می کنید با خوشه اش کنار بگذارید مگر اندکی که برای خوراکتان است. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سپس بعد از آن دوران رونق 7 سال سخت قحطی می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورید مگر اندکی که آن را برای بذر ذخیره می کنید. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سپس بعد از آن 7 سال سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال بر اثر فراوانی از میوه ها عصاره می گیرند. وقال الملك ائتوني به
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علیم. پادشاه چون این تعبیر را شنید گفت او را نزد من بیاورید. پس چون فرستاده پادشاه نزد او آمد، یوسف گفت به سوی سرورت بازگرد و از او بپرس که ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود. قطعاً پروردگارم به نیرنگ آنان آگاه است. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه آن زنان را خواست و گفت جریان کارتان چه بود هنگامی که یوسف را به سوی خود دعوت دادید؟ گفتند پناه بر الله، ما هیچ گناهی در او سراغ نداریم. در این هنگام همسر عزیز گفت اکنون حق آشکار شد. من بودم که او را به سوی خود خواندم و او خواهش مرا رد کرد و بیگمان او از راستگویان است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. این سخن بدین خاطر است تا یوسف بداند که من در پنهان به او خیانت نکردم و در غیابش حقیقت را گفتم و اینکه الله نیرنگ خائنان را به جایی نمیرساند. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. من هرگز نفس خود را از گناه تبرئه نمی کنم. بیشک نفس وسوسه‌گر انسان پیوسته به بدی فرمان می دهد مگر آنکه پروردگارم رحم کند. همانا پروردگارم آمرزنده مهربان است. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. و پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا وی را ندیم مخصوص خود گردانم. پس چون یوسف نزد او آمد و با او صحبت کرد، پادشاه گفت تو امروز نزد ما صاحب مقام والا و مورد اطمینان هستی. قال اجعلني على خزائن الارض اینی حفیظ علیم. یوسف گفت سرپرستی خزانه های این سرزمین را به من بسپار که من نگهبانی کاردانم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. و این گونه به یوسف در آن سرزمین منزلت و قدرت دادیم آنچنان که به هر کجا می رفت و در هر جایی از آن که می خواست اقامت می کرد. ما رحمت خود را به هر کس که بخواهیم میرسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون. و یقینا پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیزکاری کردند بهتر است. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. و چون سرزمین کنعان را خوشسالی فرا گرفت، برادران یوسف برای تهیه گندم به مصر آمدند و بر او وارد شدند. آنگاه او آنان را شناخت در حالی که آنان او را نشناختند. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. پس
چون بارهایشان را آماده کرد به آنان گفت نوبت آینده آن برادری را که از پدرتان دارید نزد من بیاورید. آیا نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم و بهترین میزبان هستم؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. پس اگر او را نزد من نیاورید نه پیمانه‌ای نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک شوید. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. گفتند ما درباره او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد و حتما این کار را می‌کنیم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. و یوسف به غلامانش گفت سرمایه هایشان را که برای خرید غله آورده اند مخفیانه در بارهایشان بگذارید. شاید هنگامی که به سوی خانواده خود بازگشتند آن را ببینند و بشناسند. امید که باز آیند. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پس چون به سوی پدرشان بازگشتند گفتند پدرجان پیمانه و سهم غله نوبت آینده را از ما باز داشتند، پس برادرمان بنیامین را با ما بفرست تا سهمی از غله بگیریم و ما حتما نگهبان او خواهیم بود. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب گفت آیا همان گونه که پیشتر شما را نسبت به برادرش یوسف امین داشتم این بار هم بر او امین بدانم؟ پس الله بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. و چون بار خود را گشودند سرمایهشان را یافتند که به آنان بازگردانده شده است. گفتند پدرجان ما دیگر چه می‌خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است. بگذار برویم برای خانواده خود آذوقه می‌آوریم و برادرمان را نیز حفاظت می‌کنیم و با بردن او یک بار شتر نیز اضافه خواهیم گرفت. این پیمانه برای عزیز مصر کار آسانی است. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب گفت هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من به نام الله پیمان استواری ببندید که حتما او را نزد من باز میآورید مگر آنکه گرفتار شوید و هیچ یک نجات نیابید. پس چون عهد و پیمان استوار به او دادند یعقوب گفت الله بر آنچه میگوییم نگهبان است. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. و همچنین گفت ای پسرانم از یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف داخل شوید
و من با این سفارش نمیتوانم چیزی از قضای مقدر الله را از شما دفع کنم. حکم تنها از آن الله است. بر او توکل کرده ام و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و چون به همان گونه که پدرشان به ایشان دستور داده بود وارد شدند، این شیوه ورود ایشان را از قضای الهی باز نداشت، ولی هرچه بود نیاز روحی یعقوب بود که بدین سان برآورده کرد. او از برکت آنچه بدو آموخته بودیم دارای دانشی فراوان بود، ولی بیشتر مردم نمیدانند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. و چون برادران بر یوسف وارد شدند، برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و به آهستگی به او گفت در حقیقت من برادر تو یوسف هستم، پس از آنچه آنان انجام میدادند اندوهگین مباش. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پس هنگامی که بارهای آنان را مهیا کرد، جام پادشاه را در بار برادرش بنیامین گذاشت. آنگاه ندادهنده‌ای ندا داد ای کاروانیان، بی تردید شما دوست هستید. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. برادران یوسف رو به سوی آنان کرده و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من ضامن این پاداش هستم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. گفتند به الله سوگند شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. آنان گفتند اگر دروغگو باشید پس کیفرش چیست؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. گفتند کیفر کسی که آن پیمانه در بارش پیدا شود این است که خودش کیفر آن باشد که برده شما خواهد بود. ما ستمکاران را این گونه مجازات می‌کنیم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پس پیش از بار برادرش شروع به جستجوی بارهای آنان کرد. آنگاه آن را از بار برادرش بیرون آورد. این گونه به یوسف تدبیر و ترفند آموختیم، چرا که او طبق آیین پادشاه مصر نمیتوانست برادرش را بازداشت کند مگر اینکه الله بخواهد و چنین راهی به وی بنماید. ما درجات کسانی را که بخواهیم این گونه بالا میبریم
و بدانید که فراتر از هر صاحب دانشی دانشوری است. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. برادران گفتند اگر او دزدی کرده است تعجب ندارد، برادرش نیز پیش از این دزدی کرده بود، پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و برای آنان آشکار نکرد و با خود گفت شما از نظر منزلت بدترین مردم هستید و الله به آنچه توصیف می کنید آگاه تر است. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. گفتند ای عزیز، او پدر پیری دارد که از دوریش سخت ناراحت می شود، پس یکی از ما را به جای او بگیر، به راستی که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف گفت پناه بر الله که جز آن کس را که کالای خود را نزد وی یافته ایم بازداشت کنیم، زیرا در آن صورت قطعا ستمکار خواهیم بود. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پس چون برادران از او ناامید شدند نجوا کنان به گوشه‌ای رفتند. برادر بزرگشان گفت مگر نمیدانید که پدرتان با نام الله پیمانی استوار از شما گرفته است و قبلا هم درباره یوسف کوتاهی کردید. من هرگز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه بازگشت دهد یا الله در حق من داوری کند که او بهترین داوران است. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید پدرجان، در حقیقت پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می‌دانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. و از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن بودیم بپرس و بی تردید ما راستگو هستیم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب گفت حقیقت چنین نیست، بلکه هوای نفس شما کاری ناشایست را برایتان آراسته است. پس صبر من صبری نیکوست. امید است الله همه آنان را به من بازگرداند. بیگمان او دانای حکیم است. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنان روی برگرداند و گفت دریغ از یوسف
و چشمانش از شدت اندوه و گریستن برای فرزندش سفید شد و همچنان اندوه خود را فرو می‌خورد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. پسرانش گفتند به الله سوگند تو آنقدر از یوسف یاد می‌کنی تا عاقبت به سختی بیمار شوی یا بمیری. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب گفت من شرح غم و پریشانی خود را تنها به الله میگویم و به درگاه او شکایت میبرم و از لطف و بزرگی الله چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای پسران من، بروید و درباره یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت الله مأیوس نشوید، چرا که جز گروه کافران کسی از رحمت الله مأیوس نمی گردد. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پس چون به مصر رفتند و بر او وارد شدند گفتند ای عزیز، به ما و خاندان ما در اثر فقر و خشکسالی سختی فراوان رسیده است و اینک کالای ناچیز و اندکی برای خرید با خود آورده ایم. پس پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه و بخشش کن، بیگمان الله بخشندگان را پاداش می‌دهد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف گفت آیا دانستید که در حق یوسف و برادرش وقتی که از عاقبت کارتان بیخبر بودید چه کردید؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برادران گفتند آیا به راستی تو همان یوسفی؟ یوسف گفت آری، من یوسفم و این برادر من است. یقینا الله بر ما منت گذاشت. به راستی که هر کس پرهیزکاری کند و صبر نماید، بیگمان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. برادران گفتند به الله سوگند، یقینا الله تو را بر ما برتری داده و بی تردید ما خطاکار بودیم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست. الله شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. این پیراهن مرا ببرید و بر چهره پدرم بیندازید تا بینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. و چون کاروان از مصر به سوی کنعان رهسپار شد، پدرشان به اطرافیان گفت اگر مرا به کم خردی متهم نمی کنید،
میگویم که یقینا من بوی یوسف را استشمام میکنم. قالوا تالله إنك لفی ضلالك القدیم. آنان گفتند به الله سوگند که بی تردید تو در همان اشتباه دیرینت هستی. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را بر چهره او افکند، ناگهان بینا شد و گفت آیا به شما نگفتم که من از لطف و بزرگی الله چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. گفتند ای پدرجان برای ما به خاطر گناهانمان آمرزش بخواه، بیگمان ما گناهکار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. یعقوب گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم، بی تردید او آمرزنده مهربان است. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس چون بر یوسف وارد شدند او پدر و مادرش را در آغوش گرفت و نزد خود جای داد و گفت همگی به مصر درآیید که ان شاء الله در امن و امان خواهید بود. و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده افتادند. آنگاه یوسف گفت پدرجان این تعبیر همان خوابم است که پیشتر دیده بودم. پروردگارم آن را راست گرداند و تحقق بخشید. یقینا او به من نیکی کرد که مرا از زندان بیرون آورد و پس از آن که شیطان میان من و برادرانم را برهم زد شما را از آن بیابان کنعان به مصر آورد. بیگمان پروردگارم در آنچه که میخواهد باریک بین است، همانا او دانای حکیم است. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. پروردگارا به من فرمان روایی عطا کردی و از علم تعبیر خوابها به من آموختی. ای پدید آورنده آسمان ها و زمین، تویی که در دنیا و آخرت کارساز منی، مرا مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق فرما. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای پیامبر این داستان از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم و هنگامی که برادران یوسف علیه وی بداندیشی می‌کردند و نیرنگ می‌زدند تو نزدشان نبودی. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و بیشتر مردم
حتی اگر برای ایمان آوردنشان حرص بورزی مؤمن نخواهند شد. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تو از ایشان برای آن رسالت پاداشی نمی طلبی. این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و چه بسیار نشانه ها در آسمان ها و زمین است که بر آنها می‌گذرند و از آنها روی برمیگردانند و توجه نمی‌کنند. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. و بیشتر ایشان در ظاهر به الله ایمان نمی‌آورند مگر آنکه در عمل به نوعی مشرکند. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا مشرکان از این ایمن هستند که عذاب فراگیری از سوی الله بر آنان فرود آید یا در حالی که بیخبرند ناگهان قیامت برایشان فرا رسد؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. ای پیامبر بگو این راه من است، من با دلیل آشکار به سوی الله دعوت می کنم و کسانی که از من پیروی کردند نیز چنین می کنند و الله پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون. و ما پیش از تو جز مردانی از اهل همین شهرها به رسالت نفرستاده ایم که به آنان وحی می کردیم. آیا در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ و سرای آخرت برای پرهیزکاران بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. کافران پیوسته به انکار خود ادامه می‌دادند تا آنگاه که پیامبران از نزول عذاب مأیوس شدند و مردم پنداشتند که به آنان دروغ گفته شده است. در این هنگام یاری ما به سراغشان آمد، پس هر کس را که خواستیم نجات یافت، ولی عذاب ما از گروه مجرمان بازگشت ندارد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقینا در داستان ایشان برای خردمندان عبرتی است. این قرآن سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کننده آنچه از کتاب‌هایی است که پیش از آن بوده و روشنگر همه چیز است و رهنمود و رحمتی است برای گروهی که ایمان می‌آورند.